که همین لقمه پاکیزه و تازه باشه. ولی ما خدا را شکر میکنیم که در بازارا هم اگر هم یگون چیزی اندک شبهناک شد زنگ میزنن میپرسن که همین تغری باشه یا نباشه. این نظر شریعت همین چخیل میشه. خشا به حال شد. و عمل فی سنه، شخصی که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت سنت ترک نمیکنه با سنت عمل میکنه او داخل جنت میشه. الله اکبر. اون همینجا شتگیم محفل سنتی هایی، اما خداوند این را به هر کس نصیب نمیگردونه. در جامعه خیلی زیاد مردمی هستند که نه عقیقه را میدونن، نه بوی بردیان، نه در سراغ پیشن. در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم عقیقه را هم خودش انجام داد به واسطه، هم ما و شما را با تاکید کرده است برای گذروندنش. به حدی که حضرت میگه کل غلام رهینتون بی عقیقتی، هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. زلاجنی که عقیقه است، عقیقه در تقدیر آینده طفل تأثیر گذاری میکنه. این عقیقه توی خط نسور پسر تای، عقیقه رحمت پروردگار در خاندان تای. از همه بالاتر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت میگه من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، کسی سنت ما را ترک میکنه فردا روز قیامت از شفاعت ما محروم میشود. خدا همه کارای یک محفل در همه حسار شتگی بده. یک کس گفت که اونلو خیلی من ندارم، اما خیلی میشه خیلی گفتم نداری این عقیقه و قربانی و این برای کسایی هسته که امکان و شرایط دارن که نداشته باشی انشالله بخیر هیچ گپ ندارم. همین یک کس در پهلو شتگی گفت دونلو همین بدبخت گفت 10 روز پیش یک کچکی پیتبول در $800 خرید. پیتبول هم میدونه نه؟ این پاد بایتسوفسکی پارود های ایسک یکون کرده با کر نمیروه. این اگر در رما سر بتی قوری هم گوسپندو را میکنه یا بربرش هم میخویه میکشه. این را در خونه بسته نمیشوه. اگر ایستاد هم گودکوت هم میخویه میکشه. در حیات بسیار شیده سمتری که هم فرزنده یا هم صاحب ایشون خودن کشتن. این لعنتی را شکار برده نشوه. ایسک شکاری نیست. این فقط برای جنگ است. همین پروده را فقط برای جنگ تیار کرده گیان. بول تریرش اومخته بولدوگ قطی تریره، بولدوگ قطی تریره جوی کرده بول تریر شد. از بس که میده کی بد بود واسمش میده که بول تریره سگای کلون قطی گرگو قطی و قصوص جنگ کردن نمیتونه. گرفتن با یک استافارشیرسکی تریر میگن چی میگن سگای کلونتر قطی و با ارالش کردن اینا پیتبول شد. نمیبری توری مسلمان که در $800 یا سگ حرامی را که هر روز یک قیرات ثوابت کم میشوه، ملائکه در خونت نمیدروه مادامی همون سگ هستی به $800 خریده میتونی. و سنت پیامبر را خیلی من نداشتم چیکار کنم؟ ای بای بخدا نداشتم. نه تو مهر نداری، تو محبت نداری، تو پروای سنت پیغمبرت نداری. در اسلام یگان دشواری نیست، مشقت نیست. شخصی نداره مولا میکشه قطعی اهل خانواده‌اش میخره، محفل معرکه نمیکنه، خودش میشینه میخره. میگه که سنت حضرت های در سالهای قحطی و گرسنگی حضرت عقیقه حسین نکرده است. حسن در سال 3 هجری و حسین در سال 4 هجری. عیب نیست در این سال 3 و پری بگوی که اینا من ندارم اشتری کنم. خدا برکت بده برادر محمدین جانا. این کاری هر کس نیست به خدا قسم. کاری هر بز نیست خیر من کوفتن. گاوی نر میباید مردی کهن. امولی ایشون قاری گفت که در یک سفر بدیم یا رفیقمون ششتگی همونجا سنت نمیخونه که ای در سنت نماز قصر میخونی برای چی من سنت بخونم؟ سنت کاری هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد استش. از حضرت صلی الله علیه و سلم در سفر فقط فرض ثابت نیست. نماز ویتر را به ترک میخوان، نمازهای نافله را میخوان. حتی روایات هست که در این بالای شتر سوار اینم طرف است نماز خونده میرفت حضرت. چه جای سنت؟ همین نماز ضحا و نماز اشراق میگیم که سری آفتاب، همین را در صحیح بخاری اومده است. حضرت در روز فتح مکه که حالی جنگ بود شدگی نیست، جنگ رفته است در بعضی کوچه ها و بعضی گوشه ها. حضرت در همون روز فتح مکه 8 رکعت نماز ضحا خونده است.
میگن که سند نخونده است کو خیلی مایلش زحو بوی ابلهی را بیده نه که سند نخونده است کو. در جامع السنن امام ترمذی حدیث رقم 552 کتابی من چوپی بیروت های 552 های نسخه امکان داره که کم کمک فرق کنند نگه در جامع السنن امام ترمذی هست در باب صلات در کتاب صلات از عبدالله ابن عمر روایت هست میگه صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم فی الحضر و السفر همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در وطن هم در سفر نماز خوندگیم فصلیت معه فی الحضر الظهر اربعا و بعدها رکعتین همراه حضرت صلی الله علیه و سلم نماز پیشین میگه در وطن 4 رکعت خوندیم بعدش 2 رکعت خیلی سنت ای و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعدها رکعتین همین نماز پیشین در سفر میگه همراه حضرت 2 رکعت خوندیم یعنی که قصد بعدش 2 رکعت این همین 2 رکعت سنتی بعد پیشین ای و العصر رکعتین ولم یصلی بعدها شیئا نماز عصر 2 رکعت خوند حضرت میگه بعد نماز عصر هیچی نخونده است بعد عصر سنت نیست اوخی و المغرب فی الحضر و السفر سوا 3 رکعات حضرت میگه نماز شام هم در وطن هم در سفر یک خیل 3 رکعت خونده است و هی ویتر النهار این نماز شام ویتر روزای نماز شام قصر نداره یعنی 3 رکعت 3 تا خونده میشه و بعدها رکعتین بعدش 2 رکعت او 2 رکعت این همین 2 رکعت سنتی بعد شام ای امام ترمذی با اسناد حسن روایتش کرده است این حدیث خب امام ابو جعفر طحاوی در کتاب شرح معانی الاثار همه حدیث آورده است با دوام داره و صلی العشاء رکعتین و بعدها رکعتین حضرت صلی الله علیه و سلم خفتن میگه 2 رکعت خوند در سفر بعدش 2 رکعت این همین 2 رکعت سنتی بعدی خفتن ای او بامداد ذکر نشده است برای که بامداد در صحیحین اومدگی ای بامداد به درجه معکده ای که نه در سفر نه در یک جا تاکید چگم نمیکنه او بامداد مرده میخونی در جایی باشی یعنی که خونده شدن این نماز سنت نیست از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است انا البانی را ضعیف گفته است او وقتی که ترمذی تحسینش کرد طحاوی تحسینش کرد البانی کیه که من بگم البانی عمل کنم سبحان الله در مذهب امام اعظم ابو حنیفه که حکم مذهب بگم تو اگر به شرطی که در سفر شخص مسلمان در زمین باشه فرق نداره او زمین خانه های مهمان خانه های مسجد های یگان میدان کشاد های سنت هم میخونه اما اگر در حال حرکت باشه بالای خرای اسبای فیلای ماشینای پاییزای اگر که نخوندش بو که نداره خوند ثوابش هم میگیرن و این مستعبوری نه که اگر نخوند بو که نداره سبحان الله خیلی فرض نیست کو آخه فرض سنتی پیغمبر مرگ اما مسلمانه که بگه خیلی فرض نیست کو یا سنت به دست بخونی خوب نخونی نه حضرت ابن عابدین شامی یک فقیه به نهایت بزرگ حنفی است همین کتابش رد المحتار یکی از کتاب‌های مرجع حساب میخوره که ولی همین فتاوای نو که میبره که مذهبی اساسا دلیلاشون همین میگیرن اکثری اینا محمود الفتاوا احسن الفتاوا اینا همین کتابا اکثری فتاوا را از همین کتابی رد المحتار میگیرن از حاشیه شامی ببینه یه حضرت مقصد که انا گفته است که همین دعوایی که میکنن بله با ترک سنت در آتش جهنم نمیسوزونن نه که یک چه بگم یک مصیبتی از این بزرگتر انتظار تای شاید از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم محروم شد زیرا حضرت صراحتا گفته است من ترک سنتی لم ینل شفاعتی کسی سنتی برای ترک میکنه از شفاعت ما محروم میشود از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم که محروم شدی به یقین بدون که پریموی دوزخ میره دیگه علاج نداری من نوقشه هلک کسی را در مناقشه کشیدن هلاک میشود ما امید داریم هزاران امید داریم که این طاعات عبادات میکنیم بسیار اندک هستند
اگر رحمت الله نباشه، اگر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، اگر برای همین طاعات عبادات بکشن، شاید این طاعات و عبادات فقط همین شگرانه 4 اشکال بتونی ما نشوه، دیگرشون سبسته. وای به حال کسی که امیدوار شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم فردا روز قیامت نباشه. برای چی ترکش میکردم؟ آقای صحابه چنان پایبند مطیع سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. چه جای صحابه همه بزرگایی که در عصر حتی بعدی تابعین زندگی میکردن، اتباع تابعین همه خیلی پایبنده بودن که سبحان الله همه ترک سنت تحمل نمیکردن. در یک محفل حضرت ابو یوسف القاضی، این ابو یوسف خدمو، این قاضی القضات بود، شش بود که یک کدو رو آوردن. حضرت گفت بیارین کدو را بیارین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم کدو را دوست می داشت. در پیشش یک بوی بچه شیشتگی. حضرت گفت همین جای کباب یا این طعامای هرخیله این کدو چیه؟ کدو را شو ببینم. همین خیلی غضبش کرد. بخیز گفت بگیره تعذیرش کنه. یا درش بزنه بدبخته. من گفته استم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کدو را دوست می داشت و مرگ توری امت که تو بگی من کدو را شو میبینم. ترسم نرسی به کعبه ای عربی که این ره که تو میروی به ترکستان است. شیخ سعدی میگه این ره ترکستان است، این سری کعبه نیست. میترسم که هیچ وقت به کعبه نمیرسی. برای این راه تو را درست کنه. مکسیل از پندی رسول ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر گام خیش. آن که محتاب سرانگشتش دانیم، آیه او خاص و اخلاقش عظیم. از مقام او اگر دور استی، از میان امت ما نیستی. اگر ای سنت پیغمبر که خطا کنار بکشی، بفهم که تو از امتون نیستی، تو از ما نیستی. ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب نمیشوی. لست منی گویدد مولای ما. فردا روز قیامت شاید حضرت بگه لست منی انا بریء منک، تو از من نیستی، من ای رنگی تو بیزارم. لست منی گویدد مولای ما. وای ما، ای وای ما، ای وای ما. برای تو جای امکان داره بچه ها سنت ترک نکنه. کسی که سنت ترک میکنه اخیر روز میشه که با ترک واجب وادار میشه. برای سنت یک دروازه مستحکمه که صد روی انمی ترک واجب میگیره. واجب احتیاط نکردی یه روز خوفی آن میره که فرض ترک میشه. برای این سنت بسیار مهمه. حضرت گفت هر کسی که با سنت من عمل میکند، ببینید او جنتی است. و نهایت سوم نشانه جنتی را حضرت بیان کرد و امین الناس بوایقه، شخصی که مردم از آزار و اذیتش رویداد نمیگن، زیان و ضررش به دیگران نمیرسه، زیان و ضررش به حق همسایه نمیرسه، زیان و ضررش به مسلمانان نمیرسه. کسی را غیبت نمیکنه. همین غیبت که کردی زیان و ضررت به دیگران رسید. تهمت کردی زیان و ضررت به دیگران رسید. دشنام حقارت کردی زیان و ضررت رسید. حق کسی را خوردی زیان و ضررت رسید. خستی کشتل به کشتل شدی قضیه همسایت زیان و ضررت رسید. همین مردی مسلمان کسی را میگن که همه همسایه ها امینن ایو مسلمان ها، ای مردی خدای خدا ترسه، ای خدا میترسه، کوشش میکنه که یکون بنده خدا را ظلم نکنه. غارتگری میکنیم، دزدی میکنیم، غیبت میکنیم، تهمت میکنیم، روسیاهی میکنیم، بزی میکنیم و میگیم چی با مسلمان های قدر بیچاره باشن؟ بیچاره نشون. چیزی را که مسلمان ها باید کنن در اروپا و امریکا علاقه کرده است. شرکت و شو به حال تو این قوریایی هستن که تمام جمهوری میشناسه شوی. ایشون قوری امردین، ایشون قوری زبیدالله و اخی و کسایی هستن که معروف و مشهور و محبوب خاص و عام هستند. ایشون قوری خطانی نه انشالله. هر کدامش با تنهایی همین دل خواه معرکه را میگذرونن. در یک جا جمع آمدن شو سبب شادی و مسرتی ما و شما باید باشه. و انشالله محفل قوری های سخنه به همی آمیده میشه. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت میکند که بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اصحاب مراجعت کنان تأکید کرد.
من اکل طیبا و عمل فی سنه و امن الناس بوایقه دخل الجنه. هر کسی که لقمه حلال میخورد، هر کسی که به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و فعالیت میکند، هر کسی که مردم از جورش نمینولند، زیان و ضررش به مردم نمیرسه، این مردک داخل جنت میشود. سبحان الله. اینا ببینید صحابه یک نفرش گفت که یا رسول الله این فی الناس الیوم لکثیر، اوخی این کار در بین مردم زیاد های و الحمدلله هممون لقمه حلال داریم، حلال میخوریم، هممون تابع بسته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. اوخی ما سعی میکنیم که مورچه را آزار ندیم، چی جای انسان این همه به داخل جنت میشوند. حضرت گفت فسیکون فی قرون بعدی، فی قرون بعدی، این کار برای شما نیست، این برای نمو عصر بعدی هست. ولی زمانه میشوه که کم جوان مرد یوف میشوه که سعی کنه که لقمه حلال بخوره. خیلی یکی در کار که با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و حیات چه زینت بده. خیلی مرده که در کار که سعی کنه که زیان و ضررش به دیگرو به حق همسایه ها نرسه. این فعل بهترین حساب میخوره و نادر میشوه. ببینه این در قرنهای بعدی ای گفت. چرا؟ زیرا آخی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماشاءالله بهترین این امت هستند. خوردگیش و لقمه حلال بود. اینقدر پارسا و اینقدر پرهیزگار و اینقدر تازه روزگار بودن که امروز میخونیم به خدا قسم در نظر بخید میتونه که افسانه خوندسته باشه، باورت نمیشوه. در پارسایی و در تازگی و در حلم، در بردباری و در صبرش و به گرسنگی و تشنگی تعجب میکنی. هنگام حرب خندق مرد نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ای گشنگی را به طاقت شدم. حضرت گفت صبر کن. بعد گفت آخه حضرت چند صبر کنم؟ گفت که صبر کن. صبر تلخه میوه شیرین داره. الصبر مفتاح الفرج. با هم برداشت لباس شاید نیمه کرد و گفت حضرت ببین ای شدت گشنگی را در شکمم سنگ بستم. اوخی صبر ای زیاد میشه. همین سنگ یک سردی و خنکی داره که وقتی در شکم میبندی خیال میکنی که شکمم سیر های، اما عذابی معده را کمتر حس میکنی. به حضرت میگم لباس شاید طرفه کرد، دست سنگ بستگی عید جانیم. گفت دیدی اینمو صبر کردگیم ترم صبر کرد. اینه تری مرد و اطرافی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت. سبحان الله. یک روز کسی نزد سلمان فارسی یک کله گوسفند روی کرده است که بخره حضرت دعا کنه در حق ما. یعنی او قصدی خوردن داشت که با گفت اون همه همسایم بسیار وضعش بیزی باید، سال قحطی و گشنگی بوده است، او ایمن احتیاج بیشتر داره، فرزنداش زیادتر کن. خب پدم به خونه همسایه رویش کرد. آوردن او را نگه ای بچه گو ایماده همه همسایه نیازی بیشتر داره. 40 خانه را گشت تا خود با اومده خونه سلمان رسیدم. باور تو میشه؟ این خیلی زندگی پاکیزه و تازه داشتن. صحابه زنها وقتی شوهرها را گسیل میکردن میگفتن که شوهر جان برای ما مال و ثروت دنیا در کار نیست، برای ما لقمه حلال بیار. اما داریم که ای دامن ما فرزند تولد میشوه، فرزندای پاکیزه روزگار و تازه و حلال باشند. همین خیلی بود که مستجاب دعوه بدن. آخه سبحان الله تازه و آزاده بدن. حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی درجه و منزلتی بالا داشت. اولا این از اولادی مادر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در همین تاریخ اومده است که یگانه صحابیه که حضرت صلی الله علیه و سلم تقویش میگفته است همین سعد ابن ابی وقاص بود. یا خال گفته با او مراجعت میکرد، ای تقوی، ای فخر میکرد، میگفت که من خداوند خصلت داده است که هیچ کدوم شما را نداده. صحابه را میگفت اولش که من یگانه شخصی هستم که حضرت صلی الله علیه و سلم با من تقوا گفته مراجعت میکنه. دوما من یگانه صحابی حضرت هستم که پدر و مادرش فدام کرده است.
یعنی وقتی یک کس معقول شبه میگه پدرم مادرم فدات شوه، در عربا بسیار معروف بود دیگه. همین حضرت با همین سعد ابن ابی وقاص در هنگام جنگ احد، ها وقتی که دشمن ای هر سو هجوم میکرد، این سعد ابن ابی وقاص تیرزن خوب بود. ای الله همین شپیده استایشو با تیر، انا حضرت تیرو راحت درست کرده و داد در تیرزنی سعد ابن ابی وقاص ذوقش کرد، گفت یا سعد ارمی فداک ابی و امی. یه سعد تیر بزن، گفت پدر و مادرم فدات شوه. بسیار همه حضرت دوست می داشت سعده. یه روز نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ادع الله ان یجعلنی مستجاب دعوه. ای حبیب خدا، گفت دعا کن که خدای تعالی مرا هم مستجاب دعوه کنه، هر دعایی که کنم اجابت شوه. حضرت گفت یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب دعوه. میخواهید دعا زود اجابت شوه، همین لقمت تازه کن. اساس این همین لقمه ای سعی کن که لقمه شبهانو کن آخری حرامو سو بسته، انشالله مستجاب دعوه میشه. حضرت قسم خورد فوالذی نفسی بیدی این العبد لیقذف لقمة الحرام فی جوفه لا یتقبل منه عمل 40 یوما. هر شخصی که یک لقمه حرام در دهنش میدوزه، از طاعت عبادت میکردگیش 40 روزه طاعت عبادتش نه نور داره، نه ثواب داره، نه پیش پروردگار قدر قیمت داره. و هر گوشتی که از اون لقمه حلال در بدن انسان پیدا میشه از لقمه حرام، آتش جهنم بر او اولاتر است. گفت بعد دستاش برداشت، گفت پروردگارا همین سعد ابن ابی وقاص مستجاب دعوه گردون. او وقتی که از حضرت شنید که اگر به شرطی که لقمت حلال شود مستجاب دعوه میشه، حضرت دیگه تا تحقیق نمیکرد همین اون اگه جای به چی وجه رسیده است نمیخورد. مردای خدا را ببینه حقیقتا مستجاب دعوه شید. یا حضرت همین دعا میکرده است، دعاش در حال اجابت میشید است. ای خدای بزرگم تر یک جوان مرد در بین ما را خواهی میکرد. حتی بعضی حاکمای همون عصر و زمان میترسیدن دیگه از سعد ابن ابی وقاص. اگر ما بودو یگون کس یگون همون مروان ابن حکم ولی مدینه منوره بود، اگر یگون کس یکی ظلم میکرد ای به خبر میشید با میومد که بدبخت ولی رنباس نکرد، حالی دعا نکرده میومد در پیش پاش قچاق میگیرید که حوزی کورا بود میکنم التماس دعا نکرد که کپم در میگیره. امام حاکم در المستدرک علی صحیحینش روایت میکنه، میگه یک روز یک بدبخت در بالای اسب سوار، یک کماندیر بگیم در بالای اسب سوار حضرت علی را دشنام حقارت کرده است در مدینه منوره. میگه سعد می اومد، مردم هم بیچاره دیگه ترسان شدگی همه خب گردنکاش و کج. حضرت سعد ای بزرگ اومد که دیدم ازدحام مردم پیشتر اومد، گفت چی گپای؟ گفتن این همین مرد علی ابن ابی طالب دشنام داده است. حضرت بسیار جسور و غیور بود. این آدم قهرمان قادسیه، فاتح فارس، امپریای فارس شکست دادگی این مرد. موسفید خیست اومد از لجام اسبش قپید، گفت یا هادا علامت تشتم علی ابن ابی طالب. هی بدبخت تو کی هستی؟ گفت که حضرت علی را دشنام حقارت میکنی؟ علم یکن اول من اسلم. گویا حضرت علی از زمره او صحابه‌ای نبود که اول شده اسلام آورده است. حقیقتا اول شخصی که دین اسلام از رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرده است مادر مو بی خدیجه، دویم همین علی است. علی قبول کرد. اومدید که حضرت همراه بی خدیجه نماز میخونند، گفت این چی کار است؟ سبحان الله. حضرت گفت من پیغمبرم، خداوند به من وحی نازل کرده است، ایمان بیار. استاد گفت من پدرم یاد هم بپرسم که اجازت میده. ابو طالب، این پسر ابو طالب است علی بود. حضرت کلونش کرده است. همین سحر خوب پرید خیست، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. بعد نرفتی ای ابو طالب مصلحت پرسی؟ بچه 6 ساله دست اخی و گفتی میرم ای پدر میام مصلحت بپرسم. گفت وقتی خداوند مرا خلق کرد قطعی ابو طالب مشورت نکرد، نگفت بچت میتم دخترت میتم،
برای چی؟ برای دین خدا من میرفتم قطعی ابو طالب مشورت میکردم. علم یکن اول من اسلم، مگر علی رضی الله تعالی عنه از زمره کسایی نبود که از اولین های نبود که اسلام قبول کرد؟ علم یکن اعلم الناس، مگر یکی از عالم ترین صحابه ها نبود؟ علم یکن اسهد الناس، مگر از زاهد ترین صحابه ها نبود؟ زهد تقواش زبان زد خاص آن بود. علم یکن خطر رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابنته، مگر علی داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود؟ شوهری بیبی فاطمه زهرا نبود؟ علم یکن صاحب رایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزوات، مگر علی پرچمبردار پیغمبر نبود؟ حضرت بیرق همه بس در دست علی میداد، تو کیره دشنام کردستی؟ بعد میگه لجام از سر داده دست بعد آب برداشت، گفت اللهم این هذا یشتم ولیا من اولیایک، خدایا گفت خدا دیدستی همین بدبخت یکی از دوستای تو را دشنام حقارت کرده است. ای مردم بیغیرت دهنشو واز یلا نگه دارن. فلا تفرق هذا الجمع قبل ان تریهم قدرتک، پیش از او که همین مردم پراکنده شوند یک قدرت نشان ته پروردگار خودی، همین وقت میگه اسب تورید یا شینگه کشید صاحب شکی پرتافت، ای بلوی اسب اومد سرش در یک خرسنگ زد، مغزی سرش چاشید در پیش چشم مردم همین را مشاهده کردن و دیدن. برای همین این حضرت مستجاب دعوه بود، ای دعاش میترسیدن. همین سبب اساسیش چی بود؟ لقمه حلال میخورد. خشا به حال جوان مرده که در پی لقمه حلال ای. با خدا قسم کسی همین در پی لقمه حلال ای گویا که در جهاد در راه الله ای. بیشتر شبه کسی که برای همین خانواده خودش سعی میکنه که لقمه حلال دسترس کنه و بیاره، این از این دیگه عملی بهتر و خوبتر تصور کردن نمیشه. برای همین سعی کنه که چیزی که منوچ هست از اون دور باشه، سعی کنه که لقمه حلال بخوره. لقمه حلال که خورده انشالله خدای تعالی دعات قبول میکنه، عبادت نور داره، در خاندان برکت نازل میشوه. افسوس صد افسوس ای هیچ حرام رو نمیگردونن این مردم، خیلی که بخورش این مردم جیرخر شید یا نه، نمیدونم سنبقخر شید یا نه. ای خدا بترسی در همین سالی سیری و پری او یا حجت به همین صغر و جیره و همین چیزای حرام هسته، او چیزی که در مذهب امام اعظم ابو حنیفه حرامشون میگن، با بعضیش انده کسل میشیده سگ میخورده، او خونت پری گندم ایو سگ بطه چی فایده چی میرسه؟ در صورتی که حضرت صلی الله علیه و سلم صراحتا گفته است این الله لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیها، خداوند شفای امتی مرا هیچ وقت در چیزی حرام گذاشتگی نیست، با چیزی حرام شفا نمییابی. یا خیلیش کرونا شده سپیرت فایده میکنه، گفته سپیرت از زدن مردن حرام، مردن برفتن. برای همین مادری مشتی پر خدای تعالی عنایت کنه، پروردگار محفل مبارک بگردونه. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن از جمعی بلا و گزند و آفت‌ها حفظ کنه. واقعا بلا و گزند و آفت‌ها زیاد هستند. پروردگار برکات در این منزل، در این محفل، در این دیار، در این شهر و سرزمین، در خاندان برادرای نازنین پیوسته نازل فرماید. خداوند روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از امردین جان و از اهل خاندانش، از مهمانایش که امروز در این محفل خیر شرکت دارند، مجموعاً از جمعی امتی با عار و با ناموس و متقی و اهل سنتش شاد و مسرور و خشنود و راضی گرداند. آمین یا رب العالمین. حضرت چند سوال اولی یا زمزمه کنم بود کنم با این شروع سوال کنم حضرت شکر ایمان داد به خدای کی نوری ایمان داد، غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است.
صلواتی خدای هر ساعت بر رسول کی است زو طاعت بر رسول کی است زو طاعت نام شریفش محمد عربی رهنماینده بزرگ و سبی رهنماینده بزرگ و سبی زندگی مقصود بهر بندگی است زندگی به بندگی شرمندگی است زندگی به بندگی شرمندگی است بشد از حضرتی سرور روایت بشد از حضرتی سرور روایت ملک ها آفرید ذات عزت با آنها چنان شد امر مولا بیکش تاری سیاحت روی دنیا به هر مجلس کی باشد صحبتی ذکر بگیری آخرت را کرده در فکر ملائک ها در صحبت زده صف دعای خیر سازن با کنن کف دعای خیر سازن با کنن کف روان آنگه ملائک سوی گردون بپرسد از ملائک حی بچون به دنیا بندگانم در چی کنن چگونه زندگانی را گذارن چگونه زندگانی را گذارن بگویند آن ملائک ای خدایا بگویند آن ملائک ای خدایا به علم سر توی دانا به اشیا به ذکر و گریه و زاری جگرش فرود در غم همه از خجلتی خش فرود در غم همه از خجلتی خش بگوید حق زکی ترسیده گریم بگوید حق زکی ترسیده گریم ملائک گوید از ترسی خداوند ملائک گوید از ترسی خداوند خدا گوید اگر جنت ببینم خدا گوید اگر جنت ببینم از این گریه فراتر بگیریم از این گریه فراتر بگیریم نظر گر جانبی دوزخ گذارم نظر گر جانبی دوزخ گذارم به جای آبی دیده خون ببارم به جای آبی دیده خون ببارم گواهی حال باشد ای ملک ها مقیمی ارض باشد یا فلک ها بهشتی خیر بخشم ذاکران را بهشتی خیر بخشم ذاکران را کنم رحمت منان گریندگان را کنم رحمت منان گریندگان را سرای رحمتی من خایفان است با وصف کعبه ام خوش طایفان است بیا سالک به بزمی ذاکران باش به دل ذکر و میجه اشکی روان باش به هر صحبت
شکر دیدی بیکلش به هر صحبت شکر دیدی بیکلش مگس ها گر کند طعنه مکن گوش مگس ها گر کند طعنه مکن گوش که آخر خام را گرمی پزاند کسی که سوخت قدری سوز داند اگر گیرینده را بینی شوی نرم اگر گیرینده را بینی شوی نرم زی سوزی سینه زارش شوی گرم زی سوزی سینه زارش شوی گرم ای مؤمنان روی سوی احد کنید ای مؤمنان روی سوی احد کنید امروز فکری توشه خوابی لحد کنید امروز فکری توشه خوابی لحد کنید فردا مگو کی پیکی اجل میرسد مدام فردا مگو کی پیکی اجل میرسد مدام این دم غنیمت است فدای صمد کنید این دم غنیمت است فدای صمد کنید شدم خونجگر در سراغ محمد زی هجران دلم گشت داغ محمد شدم خونجگر در سراغ محمد زی هجران دلم گشت داغ محمد همیشه شده مست عشق الهی هر آنکو چشید از ایاغ محمد همیشه شده مست عشق الهی هر آنکو چشید از ایاغ محمد و سر دایما گل بوبیدد چون روز و جان و دلت رفتی باغ محمد و سر دایما گل بوبیدد چون روز و جان و دلت رفتی باغ محمد مدام است و تازه و سبز و خورم گل آب نوشی زیمه محمد مدام است و تازه و سبز و خورم گل آب نوشی زیمه محمد نگردد خموش نوری ذات الهی اگر بهره‌ات از چراغ محمد نگردد خموش نوری ذات الهی اگر بهره‌ات از چراغ محمد بودی رو سیاهی دو عالم یقینا اگر کردی زی عشق فراغ محمد بودی رو سیاهی دو عالم یقینا اگر کردی زی عشق فراغ محمد به شکر و ثنای خدای است و داود که هست در ره حق ستیق محمد به شکر و ثنای خدای است و داود که هست در ره حق ستیق محمد کی است در رنگ حق ستیق محمد ز
زی جان بشناس قدر مصطفی را بسر کن پیروی بگذار ما را بسر بگذار بکن زی جان بشناس قدر مصطفی را بسر کن پیروی بگذار ما را و شیدایش چونو عیسی من باش و شیدایش چونو عیسی من باش و عشقش همچون بلبل در چمن باش و عشقش همچون بلبل در چمن باش و شرعی عزی جان کن استقامت مکن هرگز سری موی خلافت مکن هرگز سری موی خلافت تمامی عمر صرفی پیروی کن تمامی عمر صرفی پیروی کن کنی گر مهر بر آلی نبی کن کنی گر مهر بر آلی نبی کن که تا فردا شوی مقبول حضرت کند در روزی تنگی و شفاعت کند در روزی تنگی و شفاعت در این معنی است لفظی رستگاری از این معراج یابی قربی باری از این معراج یابی قربی باری مخالی خوی تو با گربا نبی شد مخالف خلق تو گربا نبی شد چگونه با رسولت پیروی شد اول